جمال الوجود بذكر الإله. دروازه های جنت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حلقه اصحاب نشسته بودند. از دهان مبارک ایشان در و گوهر می بارید و مشام سامعان را با سخنانشان معطر می نمودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: شخصی که در راه خدا از مال خود دو چیز صدقه نماید، از سوی دروازه های جنت صدا کرده می شود که ای بنده خدا، این عملت خوب است. اگر شخصی از اهل نماز باشد، پس فرا خوانده می شود از دروازه نماز، و اگر شخصی از اهل جهاد باشد، فرا خوانده می شود از دروازه جهاد، و اگر شخصی از اهل روزه باشد، فرا خوانده می شود از دروازه ریان، و اگر شخصی از اهل صدقه باشد، فرا خوانده می شود از دروازه صدقه. ابوبکر خداوند از او راضی باد گفت: پدر و مادرم فدای شما باد ای پیامبر خدا. بنده آن عملهایی را که ذکر کردید ترک نکرده ام، یعنی همشان را به قدر تواناییم انجام داده ام. آیا کسی هست که از همه دروازه های بهشت فرا خوانده شود؟ این هنگام لبهای مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم به تبسم مائل گشتند و چنین گفتند: بله ای ابوبکر، از خدا امید آن را دارم که تو از جمله آنها باشی. بله عزیزان، خوشبخت کسی است که بهشت مشتاق اوست و از همه دروازه های بهشت فرا خوانده می شود: ای انسان، بیا با واسطه این دروازه به بهشت درآ. خداوند این مقام و منزلت را به هر یکی ما و شما نصیب بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.